یکم سوال میگویند که نیت کردی کاری نیک نیت قبول می شود. آیا نیت در اسلام هست یا نه؟ درباره نیت کمی خبر می دادید. برای اینکه شخصی در مدرسه می خواند و ما گفت که شخصی که نیت کرد که از زنش جدا شدن می خواهد در حال نیت قبول می شود یا این حقیقت دارد که همان شخص از زنش جدا می شود؟ آیا در اسلام در این باره نیت حدیثی هست که از زبان شیرین شما می خواهیم شنویم؟ از شما عذر می خواهیم. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید با مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما با شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگارا از برکات این روز اهل این جمعیت ما را برخوردار بگردان و خدای مهربان جمیع گناههای ما را مغفرت بگردان. آن بندگانی که در این خانه تو حضور دارند مرادها و مطلوبهایی که در دل دارند خدایا با فضل خودت برآورده بگردان. گذشتگان ما را خدای مهربان رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. جمهوری ما را پروردگارا آرام بگردان. یکدیگر فهمی را شعار این مردمی تاجیکستانی ما بگردان و رهبر دولت هم که برای آبادانی این جمهوری کوشش ها دارد خدا ایشان را توفیقشان رفیق عمرشان را دراز بگردان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمدلله که ما و شما دو جمعه از باب توبه آگاه شدیم، از رحمت پروردگارمان خبردار شدیم
که در کدام حالتی که ما و شما باشیم، اگر به سوی پروردگار توبه کنیم، خدای مهربان خود فرمود توبه اون بنده را من قبول می‌گردانم. عبدالله ابن مسعود را یک نفر آمد نزدش و بسیار گریان بود، جوان بود و گفت ای عبدالله ابن مسعود، ای جانباز راه شریعت، ای کسی که پیوسته در صحبت پیغمبر بودی، آیا توبه مرا خداوند قبول می سازد یا نمی سازد؟ عبدالله ابن مسعود چی گفتند؟ گفتند پروردگار 8 در دارد، 7 در او گاه بسته می شود و گاه گشاده است، لکن در توبه پروردگار همیشه گشاده است. هر گاهی که می خواهی توبه کن، خداوند توبه تو را قبول می گرداند. امروز هم البته آن برادرانی که از ما و شما هستند و یک قسم عمر خدا در غیر راه پروردگار سپری کردند و سپری کرده ایستاده اند، خدا کند که اگر اونها را یک توفیق نصیب بگرداند و اونها هم مثل شما اگر در مسجدها حاضر شوند، از صحبت خدا و پیغمبرش برخوردار شود، اگر این راه زنا و عرق و دیگر راههای باطله را برای خود مسدود گرداند و این راه روشن و راه نجات برای خودش اختیار کند، از روی این قدر وعده هایی که از آیه های کریمه و از احادیث های پیغمبر من برای شما رسانیدم، البته او انسان برخوردار می شود، اگر با شرطی که وی بر وقتر به سوی این دروازه رحمت پروردگار اگر دست بردارد. خداوند هر آینه از کل گناه او گذر می کند، این بنده را می بخشد. لیکن این معنای او را ندارد که از این رحمت ها و از این احادیث های خیلی بشارت دهنده که برای شما من رسانیدم، معنای او را ندارد که شما گناه کنید و توبه کنید، گناه کنید و توبه کنید. زیرا گناه باید از انسان گاه گاه سر زند، اگرچند که انسان بی گناه هیچگاه حیات برده نمیتواند. چگونه که حبیب خدا گفتند کل بنی آدم خطاؤون و خیر خطائین التوابون، تمام فرزند آدم خطاکار است، هر کسی که نباشد. فقط معصوم از گناه این پیغمبرها بود. همه بشر، همه انسان بی خطا و بی گناه نمی شود، لیکن حبیب خدا گفتند بهترین خطاکارها آن کسانی هستند که اگر توبه کننده به سوی پروردگارشان باشند. حضرت عبدالله ابن عمر یک خدمتگار داشت. باری میگوید همین خدمتگار چی گناهی را صادر کرد، در حال نزد حضرت عبدالله آوردند، فرزند حضرت عمر. گفتند ای عبدالله، این خدمتگار تو چنین گناه را انجام داد. حضرت عبدالله در حال یک چوب آداب برداشتند، خواستند با چوب این انسانی که گناه کرده است او را آداب دهند. این خدمتگار چی گفت؟ ای عبدالله، گفت به حق آن خدایی که تو را آفرید، آیا تو بار گناه نکردی؟ گفت البته من گناه کردگی هستم، من یک بنده گناهگار هستم. گفت در حال بعد گناه پروردگار تو را عذاب کرد؟ گفت نه، عذاب نکرد. پروردگار تو را مهلت داد، پس برای من هم مهلت بده.
این گناهی که کردم دوم بار گفت تکرار نمیکنم. از من یک مدتی گذشت، باز این غلام میگوید گناهی کرد. باز نزد حضرت عبدالله آوردن، گفتن عبدالله این خدمتگاری تو، این غلام تو چنین گناهی را انجام داد. حضرت عبدالله وقتی که برداشت یک خیمچه را تا که او را آداب دهد، باز همون سخن اوله را این غلام تکرار کرد. گو به حق آن خدایی که ما و تو را ای عبدالله آفرید، بار از تو گناه سر نزد. گو سرزدگی هست. گو به حق آن پروردگار گفت مرا هم ببخش. گفت چی گناهی که بنده را میبخشد دیگر از من گفت این گناه سر نمیزند. وقتی دفعه سیوم هم که این غلام میگد گناهگار شد، گناه را صادر کرد، جنایتی را برپا کرد، وقتی نزد عبدالله آوردن، حضرت عبدالله خواست که او را آداب دهد، این غلام میگد سکوت کردن، خاموش ایستادن. عبدالله گفتن چرا نمیگویی آن حرفهایی که اول گفتی دوم بار گفتی، چرا سوم بار گفت تکرار نمیکنی؟ گفت عبدالله گفت دیگر از این 3 باری که من گناه کردم دیگر شرم دارم که نزد تو عذر خواهی کنم. صاحب کتاب میگوید وقتی که یک بنده از بنده که شرم کند از بسیاری گناه خود، باید که بنده نزد پروردگارش از بسیاری گناه شرم کند. این معنای را ندارد این توبه که من برای شما حکایت کردم که اینقدر رحمت پروردگار وسیع هست شما را میبخشد، این معنای را ندارد که شما ترک نماز کنید گویید خدا میبخشد. شما هر روز هم زنا کنید و هم عبادت کنید، این گونه این معنای توبه را ندارد. توبه اون انسان توبه حقانی هست که چگونه ای که خداوند گفت توبوا الی الله توبه نصوحا، شما به سوی پروردگارتان توبه میکنین، توبه نصوح کنین، توبه ای که دیگر بازگشت به سوی گناه نداشته باشد، توبه از صدق باشد. این گونه توبه را پروردگار از شما قبول میگرداند. الحال میخواهم چند سوال هایی که نزد من است جواب اینها را انشاءالله تعجیلا میگردانیم، زیرا که بیرون هم خنک است و برادران ما و شما در بیرون البته نشستگی هستند. از این خاطر وقت زیادی هیچ کدام شما را نمیگیریم. السلام علیکم داملای بی نهایت عزیز و گرامی برای تمام مردم تاجیکستان. ما یک گروه مخلصان آواز شما و موعظه های شما از دوشنبه در مسجد ما حاضر 75 کسیت شما وجود دارد، هر بیگاه گوش میکنیم. شما گفته بودید که من درباره کبر و حیات حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی صحبت میکنم. داملای عزیز ما بی صبرانه منتظر این صحبت هاییم. خداوند شما را از تمام مهربانی هایش بهره‌ور گرداند که ما از زبان شما تا امروز فقط حقیقت اسلام را شنیده ایستاده ایم. شهر دوشنبه انشاءالله خدا خواسته باشد، یعنی بعد انجام دادن این سوال و جواب ها، ما یک موضوع داریم در باب عرق نوش ها و کسانی که به مردم عرق می دهند، در معرکه های خود عرق دارند. اینها در چی وعیدی سخت از جانب پروردگار است. انشاءالله این صحبت ها را بهر شما میکنیم و خدا خواسته باشد بعدش انشاءالله موضوع کبر است که همو بنده هایی که امروز تکبری میکنن، چی در نزد پروردگارشان چی در نزد بندگان خدا که خیلی هوا بلند هستند، آنها را اسلام چگونه مذمت میکند و بعدا خدا خواسته باشد از این 4 یار پیغمبر بهر شما البته صحبت میکنیم. و این برادرای هستند که یک سوالهای زیاد از دوشنبه آمدگی هست، میخوام اینها را بهر شما برسانم. سلام حاجی شیرین سخن که فخر مردم کولاب ما هستید. ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه بازار کاروان
یکم سوال میگویند که نیت کردی کاری نیک نیت قبول می شود. آیا نیت در اسلام هست یا نه؟ درباره نیت کمی خبر می دادید. برای اینکه شخصی در مدرسه می خواند و ما گفت که شخصی که نیت کرد که از زنش جدا شدن می خواهد در حال نیت قبول می شود یا این حقیقت دارد که همان شخص از زنش جدا می شود؟ آیا در اسلام در این باره نیت حدیثی هست که از زبان شیرین شما می خواهیم شنویم؟ از شما عذر می خواهیم. یعنی اگر شخصی که نیت کند که من از زنم جدا می شوم، این معنای او را ندارد که وی از زنش جدا شد، زیرا که جدا شدن این فقط و فقط به همون لفظ است. وقتی تا کلمه طلاق را اگر مرد استفاده نبرد، این حالت در بدلش اگر نیت هم که کند، این نیت دل اعتبار نیست. اگر چنده که در اسلام، یعنی ما و شما میخوانیم، البته نیت در اسلام وجود دارد، چگونه که تمام کتابای احادیث پیغمبر وقتی که ما اگر ورق میزنیم، اول احادیث های پیغمبر سر می شود انما الاعمال بالنیات. این از جز از این نیست که همه عمل های شما وابسته به نیت های شماست. یعنی هر عملی را که ما انجام می دهیم وابسته به نیت ماست. مثلا اگر شما به نماز جمعه آمدید، نیت شما چی نیت است؟ اگر ادای نماز جمعه باشد، خدا ثواب جمعه را به شما می دهد. اگر نیت شما برای ادای جمعه نباشد، بلکه یگان نیت دیگری داشته باشید، برای خبرگیری یگان رفیقتان آمده باشید، برای خبرگیری یگان خیش و تبارتان آمده باشید، یا برای که کو گوش کنیم در مسجد چی میگن، برده این خبرها را در یگان آدم با افلاس دیگه برسانیم، یعنی نیتون چی نیتی که باشد، همون نیت در شما سزاوار میشوید. لکل امرئ منهم ما نوا گفت از پیغمبر، از برای هر شخص میرسد آن را که نیت میکند. اگر شما در خانه یک گاو ذبح میکنید، به مردم خام تلاش مثال تقسیم میکنید، چی ثواب کلانی دارد؟ اگر نیت شما از برای خدا باشد. نیت اگر ریا باشد، خودنمایی باشد، نشان دادن باشد، شما همون نیتی را که کردین همون سزاوار میشوید. یعنی چی نیتی که به دل شما میگذرد. لیکن در مسئله طلاق این نیت اعتبار ندارد که انسان اگر در دلش نیت کند که من مثال زن من 3 طلاق گفته، اگر به دلش همین نیت گذراند، زنی او 3 طلاق نمی شود. زیرا این طلاق و دیگر معامله های سودایی همه وابسته به نطق هستند. یعنی تو اگر از زبانش نکشاید، اینجا طلاق واقع نمی شود. بین بعضی آدمی هست که حتی 1 سال 2 سال از خانه بیرون می شود، همون زن هیچ کس طلاق گفته نمی تواند. یعنی او زن حتی که طلاق شده هم نیست تا وقتی که همین شوهر اگر همون لفظ طلاق استفاده نبرد. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما از شهر دوشنبه به نماز آمدیم. ما از شنیدن امر معروف شما خیلی چیزها را آموختیم. شما در یکی از سبت‌های خود گفتید که با همسایه‌های خود خیر و سخاوت کنید و نیک باشد. ولی همسایه‌های ما پدر مرا سال 1993 در ماه شریف رمضان به یگان سبب به قتل رسانیدند. من چی خیل با ویها معامله کنم؟ خود بگویید و در حق پدرم دعا کنید و خدا شما را نگهبان باشد. حاجی مرزای شیرین زبان، نویسنده صلاح الدین. یعنی خداوند این پدر را رحمت و مغفرت کند و گورش را خدای مهربان پر نور بگرداند و این فرزنداش خدای مهربان اهل هدایت گرداند. و به این برادر ما چی گفتنی هستیم؟ البته دیگر خداوند آن سالهایی را که در اینجا این برادر یادآور کرد، خدای مهربان هیچگاه این حالتها را دیگر بالای این مردم تاجیک نآورد که خیلی حالتهای ناخوبی بود که همه ما و شما
از حالتهای ناخوب این چشیدیم، خیلی آزرده شدیم، خیلی مانده شدیم. چی بی‌عدالتی ها، چی اوباشی ها البته در این سالها سر زد. الحمدلله که الحال این آرامی و این یکدیگر فهمی که در بین ماست، هزارها به سوی پروردگار شکرانه کردن در کار. لیکن این برادر باید که این همسایه هایی که به قتل این پدر این جوان دست زدگی هستند، اسلام البته همه وقت بخشش را دوست می دارد، همه وقت بخشش دوست می دارد. اگر این همسایه ها اصلاح شده باشند، امروز نمازخوان باشند، اگر امروز پشیمان شدگی باشند، باید که این برادر یعنی از گناه اینها گذرد، با اینها معامله کند همچون همسایه. چگونه که پیغمبر خدا را اگر شما جنگ احد اگر یاد داشته باشین، چی پیشانیش زخمی کردند، چی ابروهای ایشان زخمی کردند، چی دندان مبارکه، چی رخساره های مبارکه، همه را خونشار کرده بودند. لیکن وقتی که آن اسیرهایی را که در این جنگ احد به دست آمده بود در دست مسلمان ها اسیر آمدن، رسول اکرم گفتن با این اسیرها معامله خوب کنید. یعنی هیچگاه امر نکرد که این اسیرهایی که اینها سبب شدن و چهره من خونالود شد اینها را همه را به قتل برسانید نگفت، بلکه با این اسیرها گفت معامله خوب کنید، زیرا اینها نفرهایی هستند که نمیدانند، آن چیزی که میکنند از روی نادانی کردند. یعنی این شخصانی که امروزم آن روزم دست مثال به قتل زدن، چی مثال خانه یک آدم حرام کردن، که امروز من میدانم بعضی از اونها را که باور کنین در قطار شما نشستگی هستند، نماز میخوانند، از همون سالها و از همون کارهای خود خیلی پشیمان هستند، خجالت هستند. انشاءالله خداوند گناه های اینها را میبخشد. خود پشیمانی را پیغمبر خدا گفته است این کفارت گناه است اگر پشیمان شده باشند. لیکن این برادر ما هم باید که گذر کند، باید که بخشش کند و با این همسایه ها معامله خوب کند. لیکن پدر ای انشاءالله از دست این گناه اگر شخصان هم که به قتل رسانیده شده باشد، این یک درجات خیلی بلند بردگی هست، باید که این هم البته فراموش نکند. یا اگر نظر کنیم ما و شما، وحشی حضرت امیر حمزه را به قتل رسانید، اما که پیغمبر بود، وقتی که ایمان آورد پیغمبر خدا با او چیزی نگفت، با او چیزی گفته نتوانست، زیرا وی دیگر ایمان آوردگی بود. من یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه ثبت آواز دارم و کسیته های شما را هم میفروشم. آیا بگویید که باز کسیته های حافظ ها را هم میفروشم؟ کار من خطا هست یا راست؟ و شما چی میگویید در این باره؟ یگان سخنی بگویید. و من 100 سامان برای مسجد خیر کردم. در آخر در حق من دعا کنید تا که خداوند گناه های مرا ببخشد که خیلی بنده گناهگارم. سوال: آیا آدم های چشم میکنند میگویند که چشم او را میرسد، آیا حقیقت دارد؟ در پناه خدا باشید. حاجی میرزای شیرین سخن، نویسنده رستم از شهر دوشنبه. این یکم سوالی که مثال کسیته های دیگر حافظ ها را میفروشد، اگر اونها سرودهایی باشد که برای بگیم بهبودی اخلاقی امروزه ما و شما نباشد، یعنی اونها چنان یک طرب داشته باشند که انسان در یک هیجان بیارد، اونها را چی گوش کردن و چی فروختنشون حرام است در اسلام، اونها جایز نیستند. حتی که اگر از این گونه کسیته ها اگر استفاده برن، پول وی هم حرام است برای او. اینش حقیقت اسلام است. لیکن شعرهایی باشد که از غزلهای عبارت باشد، شعرهایی باشد که بسیار یک تربیه خوبی اگر در داخل اونها وجود داشته باشد، اینها را گوش کردن فروختن باکی ندارد. چشم حقیقت دارد یا نه؟ البته حقیقت دارد.
پیغمبر خدا گفتن العین حقون، چشم حق است گفتن، یعنی چشم البته زهر چشم میرسد. و اگر ما و شما آخری سوره نون هم که خوانیم، تفسیر همین ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ای یکاد الذین کفروا لیذقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. انا همین آیه حسن بصری میگوید که خاص در بابی چشم آمدگی هست که آخری سوره نون است، از پاره 29 از قرآن است. و حتی حبیب خدا حدیث دارد که چشم بعضی از آدمها را در قبر جا میکند و چشم گفت از پیغمبر بعضی از اشتر را در دک جا میکند. این حدیث پیغمبر است که چشم اشتر را در دک و انسان را در قبر جا میکند. یعنی البته زهر چشم وجود دارد، لیکن برای این مردم ما و شما مهره چشمی میگرفتند که یک بگیم کدام انسان اینا را دلالت کرد در یک شرک که خیلی گناهگار کلان میشوید. اونا هیچگاه شما را از چشم نگاه نمی دارد، شما را یگانه از چشم نگاه می دارد. شما فقط سوره آیت الکرسی را خوانین، سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس خوانین، در داستاتان بدمین، در تمام وجودتان مسح کنین، انشاءالله خدا شما را از تمام چشم نگاه می دارد. لیکن اگر شما اینا را استفاده نبرین، بلکه ما و شما چوی توغ میگیم و بعضی چوی ها را میروان از مزارها و دیگر میارن، اینها در یک باره گناهگار میشین. شما چشمی که نمیرسیدگی باشد شما در چشم میرسد، زیرا اینا بیچاره خودشون حمایت کردن نمیتونن. با اینها صاف تماما اخلاص نبندین، اینا از شرکیات هستند، شما بسیار گناهگار میشوید. باور کنید از همین صحبت های در همین مسئله ها که ما بسیار صحبت میکنیم، بسیاری گپ ها هم که به ما میرسد، میلش به ما هم که رسد، تا که شما اگر اصلاح شوین انشاءالله ما در تمام اذیتش راضی هستیم، اگر به شرطی که شما از حقیقت این صحبت ها برخوردار شوید. نکنید اینها را. دیروز یک جوان خانه آمده است، باور کن حالت او را هیچ کس هیچ تصور کردن نمی شود. خیلی حالت وزین، خیلی بیماری سخت بیچاره را فرا گرفته است. من گفتم چی تبابت کردی؟ گفت همون مزار در یک ملا هست. گفت کی که میرم، گفت از همون خاک همو یک جاروب دارد، گفت همین پشتای مده، گفت میمالد، گفت میشکد، گفت و مرا مهلت داده است که 20 روز بعد تو شفا میابی. همین دروغ ها چی لازم هستند؟ من اون جوان گفتم نخواه که تو اینقدر صحبت میکنیم و اینقدر از این خبرها خبر میتیم، تو کجا را گوش میکنی؟ اون بیچاره‌ای که در دستش جاروب دارد یا مثال تر به این کارهای شرکیات دلالت میکند و احتیاج هم 5 سامان و 10 سامانی تر دارد، اون بیچاره همه فکرش به سوی همون پولی ته هست و پروای شفای ته هم ندارد. شفا در دست او هم نیست. آخه بدنت میسوزد، درمند است. الحمدلله امروز بیمارخانه ها رفته، در طبیب ها نشان بتین. آخه میبینی که یگان زیان است. الحمدلله امروز جوانهایی هستن که از قرآن، آیت قرآن میخوانند، اونها را بیار تا که مثال قرآن قطعی تو را شفا کنند.